امروز یک خوشخبر داریم گفتیم برای تمام مهاجرانی که دور از وطن فعالیت میکنند. آماده باشید نگذاریم به ویدیو. سلام علیکم برادران و خواهران گرامی قدر دور از وطن، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. امروز گفتیم که یک خبر خوش داریم برای تمام مهاجران. این یکمش در باره سالون بیلین است، انجین سالون بیلین، و دویمش در باره شهادتنامه رانندگی یعنی پراوا در روسیه. یکم در باره سالون بیلین صحبت میکنیم دوستان عزیز. سالون بیلین ما پیشکی دو ویدیو کرده بودم. راستی گپ پیش از همین ویدیو من در باره سالون بیلین صحبت کردم، گفتم که کار نکرده ایستاده است و ما خبر انتظار میشیم. خبر رو انتظار شدیم و برای شما هم گفتم که مقصد صبر کنیم، برای شما خوش خبر پیشنهاد میکنم و این گونه روزش رسید برای شما پیشنهاد میکنم که ما با شرکت سالون بیلین و با اپراتورهای شرکت صحبت کردیم که چی شد، آیا این گونه یگان پیشروی ها هستند. برای ما جواب دادن که الکی شما میتوانید که مقصد استفاده برای سالون انجین بیلین رو و کدامید که خبر ندارن میخوام به شما رسانم که مقصد بسیاری مهاجران سالون بیلین استفاده میبرن. مقصد در این زنگ زنید به خانه پدر و مادر خش دورو را یک احوال پرسی کنید و از نوع ما هم سلام رسانید و میگذاریم به قسم دوم. قسم دوم در باره شهادتنامه رانندگی است دوستان عزیز که بسیاری مهاجران ما یا تاکسی میرانن یا اینکه دیگر کار میکنن. مقصد مهمه شهادتنامه. برای هم خواستم که برای شما پیشنهاد کنم. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردن که از 2 فوریه سال 2018 شهروندان ما میتواند که با شهادتنامه نوی بیومتری میتواند که در روسیه مثال عوض کنید و این چنین یک چند قاعده ها دارد. من با شما مشروع میفهمونم. شهادتنامه پیشینتون یعنی کهنتون میبرین، پراوای کهنتون میبرین با سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه. شما در مثال یاردم میکنند شهادتنامه نوی بیومتری برای شما پیشنهاد میکنند و این چنین قاعده ها دارند که مثال یکم معلوماتنامه طبی میگیرند دوستان عزیز، دیوم نسخه شناسنامه داخلی و خارجی میگیرند، سیوم شهادتنامه رانندگی یعنی پراوای کهنتون میگیرند و چهارم باشد پرداخت مثال چند که شما باید سوم سپارین. نرخ شهادتنامه نو ارزشش $100 است دوستان عزیز. با این خاطر شما میتوانید که مثال در بین 14 روز یا اینکه 3 هفته شما شهادتنامه نو را صاحب میشوید و شهادتنامه نو در 166 کشور کار میدهد. برای همین دوستان عزیز خواستم برای شما پیشنهاد کنم برای اینها رو کردن با سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه میتوانید که مراجعت کنید و کار خودتون رو حل کنید. شهادتنامه کهنه ما مثال در روسیه الکی کار نمیدهد و همین خاطر بعد اگر که باید یک دو شرط دیگر است، شرط اساسی برای بسیاری شما باید با ضرورتر است. میخواستم همین را رسانم که اگر شما که شهادتنامه روسیسکی گیرین، مثال پراوای روسیسکی خواهین، اگر 3 امتحان دارد، این 3 امتحان مثال شما میروید از سفارت پرسان میشوید و در اونجا امتحان میسپارید. برای شهادتنامه روسیسکی گرفتن در سفارت خانه میرین مراجعت میکنید، در اونجا شما رو میگن که چه امتحان است. 3 امتحان است دوستان عزیز. اگر خواهید در اونجا امتحان میسپارید و صاحب شهادتنامه رانندگی روسیه میشوید. به همین خاطر خواستم همین خبر را برای شما رسانم. ویدیو ما هم قدر به دوستان عزیز. برای همین تنها دستگیری در همین ویدیو لایک مونید و ویدیو را پدیلیت سکنید یعنی تقسیم کنید به برادران خود که شاید یگان تای دیگه‌اش مثال احتیاج دارد به همین پراواهای نو یا اینکه شهادتنامه رانندگی نو. شما میتوانید که یاردم کنید برادران را. تنها ویدیو را پدیلیت سکنید و باقی در پناه خداوند باشه.